یکی از پرسودترین بیزینس ها و کسب و کارهای دنیا صنعت تفریحات. من مبتکر خانه‌های بازی تو ایران هستم. خوشحالم که رسانه به این موضوع مهم پرداخته. بازی، سرگرمی، تفریحات. آیا از تفریحات میشه پول درآورد؟ تفریحات منظورم همین صنعتی که شما توش هستین. میشه کسب درآمد داشت؟ چون الان به نظر میاد بچه‌ها اصلا ارتباطی با بازی و تفریح ندارن به اون مفهوم که قدیم وجود داشته. حسین رضا سلطانی هستم، صاحب برند بازی سازان، مبتکر خانه‌های بازی سرپوشیده با مدل سرگرمی آموزی در ایژوکیشن و انترتینمنت تلفیق شده و مفهومی با عنوان ایژوتینمنت در دنیا امروز جا افتاده. اگر خانواده ها و مراکز آموزشی بدونن که بچه‌ها دارن آسیب می‌بینن، سبکشون رو عوض می‌کنن. حتی مراکز تجاری، حالا من سرگرمی رو اشاره کردم، گفتم ایژوتینمنت یه پدیده‌ای که اینم در واقع سال 2024 این مقاله رو ما ترجمه کردیم از منابع معتبر با عنوان ریتیل تینمنت. در واقع صنعت ریتیل یعنی صنعت خرده فروشی، مراکز تجاری، مراکز خرید. انترتینمنت یعنی سرگرمی. این دوتا هم قاطی شده، میگن ریتیل تینمنت. یعنی چی؟ یعنی کسب و کارهایی که سرگرمی ندارند محکوم به شکستند. مثلا کافه رستورانی که ایونت برگزار میکنه، مافیا برگزار میکنه، بازی رومیزی داره، یا مرکز تجاری که یه شهر بازی داره و هر هفته هر روز جشن و برنامه و ایونت داره. در واقع سرگرمی و بازی موضوع بسیار مهمی هست در دنیا امروز. یعنی حتی میشه کسب و کارها رو رونق بده. جالبه، ما مراکزی رو داریم که مثلا دندانپزشک تخصصی کودک اومده پیش ما میگه خب تو مطب من میخوام یه چیزی درست کنید که بچه‌ها میان اینجا سرگرم بشن، بازی کنن، یه چیزی یاد بگیرن. آرایشگاه زنانه داشتیم که گفته خب یه فضایی درست کنیم که اون مامانه میخواد بیاد اینجا، بچه توی فضای کوچیکی سرگرم باشه، مهارتی رو یاد بگیره. و مدل‌های مختلف، کسب و کارهای مختلف و من میخوام مثال بزنم زیاد هستن. این در واقع داره به اون کسب و کار یک ارزش افزوده‌ای میده و امروز موضوع بسیار مهمیه. این بازی کردن که شما فرمودید خانم دکتر، یه چیز ساده‌ای گرفتن. بله، قبلا میگفتن بچه اینقدر بازی نکن، برو درستو بخون. واقعیت اینه که تو مدرسه مهارتی که به درد بچه‌ها بخوره، مهارتی که به درد ما می‌خورده به ماها یاد ندادن. من فکر کنم امروز باید بگیم بچه اینقدر درس نخون، بلنشو برو بازی کن. یه خورده بچه اینقدر پای موبایل نشین، بلنشو بازی کن. خونه هامون رو تغییر بدیم، ابزار بازی بگذاریم. این وسایل خونه مهم نیستن، سلامت روان بچه من مهم. من تو خونمون میز پینگ پونگ دارم، تاشو از انبار خودمون آوردیم. من گاهی اوقات خانمم میگه اینجا حوصله‌ام نمیکشه، میگم هر شب جمعش میکنیم دوباره پهن میکنیم، ولی شاید پارسا 2 ساعت 3 ساعت شبها بازی میکنیم. نه بله. بنابراین من فکر کنم لازمه که اطلاع رسانی کنیم. اگر امروز اینجا هستم میگم شاید صدای من رو یک والد بشنوه، یک مربی، یک معلم که سبکش رو تغییر بده. ناخواسته بزرگترها به بچه‌ها آسیب میزنن. بزرگترین مانع رشد بچه‌ها خود بزرگترها هستن، خود پدر مادرن، خود مربیان و مدیران آموزشی هستن. ما بدون اینکه متوجه باشیم قاتل و دشمن خلاقیت بچه‌ها هستیم. بچه‌ها رو امر و نهی می‌کنیم، این رشته برو، این درس برو. یک نوجوان 18 ساله رو به من معرفی کردن پارسال، گفتن میخواد خودکشی کنه. پدرشون یکی از معروف در این جراحای تهران و اینها، باید به ایشون مشاوره بدید و فلان و هر پولی بخواید میدن. و گفتم من مشکلی ندارم، فقط من با بابا این بچه کار دارم، با اون بچه کاری ندارم، با اون جماعت کاری ندارم. محدودش کرده بود که این رشته برو، دوستت این باشه اون باشه. ببینید ما وظیفمون مراقبت از بچه هاست، نه تصمیم گیری به جای اونها. این باور که حق با بزرگتره یک باور باطلیه. چرا؟
چرا همیشه حق با بزرگتره؟ چرا از قدیم اینو تو گوش ما کردن؟ اصلا به چه دلیلی؟ شاید فرزند شما، شاید نه قطعاً فرزند من، همین آقای نوجوان که اینجا نشسته، نمیگم تو بعضی از چیزها، تو خیلی از مسائل بیشتر از من میدونه. من اینو باور دارم. وقتی باور داشته باشم فقط مراقبشم که آسیب نبینه، دوستان خوبی داشته باشه، کار خطرناکی نکنه. وگرنه خیلی موقع به من میگن چه کار کردید که اینقدر فرزندان موفقی دارید؟ میگم من کاری که کردم مانعشون نشدم. پدر مادر بیشتر مانعن و اینها راه خودشون رو بهتر پیدا میکنن. قدیم میگفتن بزرگشی میخوای چیکارش چی؟ اصلا برای چی باید بچه‌ها به ذهنشون جهت بدیم؟ شغل هایی که امروز هست که اصلا نبوده اون موقع. حالا پارسال مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده تا 5 سال آینده 69 میلیون شغل جدید با همه این تغییرات، این همه شغل عوض شده، 69 میلیون شغل جدید ایجاد میشه و 83 میلیون شغل از بین میره. یعنی اصلا نباید جهت بدیم. شاید شغل هایی که نمیگم سال بعد، ماه بعد میاد، اون چیزهایی که اینها بهش میرسن چیزهای نوعیه. یعنی ما باید خودمون رو با اینها هماهنگ کنیم. شما گفتیم که یه پژوهشگاه هم دارید. بله، مرکز پژوهش. راجع به چی پژوهش میکنید؟ جدیدترین دانش روز دنیا رو تو مقالات معتبر از جاهای معتبر در واقع اینها ترجمه میشن و جالبه بدونید کسی که این کارو میکنه امیرحسین سلیمانی، ایشون نابینا هستن. قبلا تو سازمان هم از همکارای شما بودن، از اقوام و دوستان نزدیک من هستن. با تیمشون نخبه است، یک نابغه است، نابینای بدو تولدی هستن. اطلاعاتی که در واقع هست بیشتر در حوزه کودک، صنعت تفریحات، اسباب بازی و این اطلاعاتی که من دارم بهتون میگم بیشترش از تو همین پژوهش ها هست که واقعا دانش روز دنیا به چه چیزی رسیده که اون رو ما بیاریم تو کشور خودمون پیاده سازی کنیم و فوق العاده ارزنده است و ما این رو داریم سعی میکنیم پخشش کنیم. فکر میکنیم که رسالت ما اینه که هر آن چیزی رو که بهش میرسیم یاد میگیریم این رو به دیگران یاد بدیم. ولی در جریان باشید یک اسباب بازی فروش در کشور ما باید بره از اتحادیه خرازی ها جواز بگیره. خرازی؟ بله، در صورتی که در دنیا میگن صنعت اسباب بازی. بله. یعنی یکی از صنایع بسیار پولسازه، یکی از صنایع بسیار زود بازدهه. فروشنده اسباب بازی از اتحادیه خرازی ها با جواز میگیره، ولی تولید کننده اسباب بازی، حالا این اطلاعاتی که من دارم تا پارسال اینطور بوده، فکر میکنم تغییرم نکرده، اون خرازی رو که مطمئنم، تولید کننده اسباب بازی باید بره از اتحادیه نایلون و پلاستیک جواز بگیره. پلاستیک؟ بله. تو صنعت تفریحات، مراکز بازی، هر شهری قوانین خودشو داره. بیشتر از اتحادیه ها میگیرن. تهران از اتحادیه لوازم التحریر و بازی های غیر رایانه‌ای، اهواز زیر نظر شهرداری هاست. شهرهای مختلف، کرج زیر نظر اتحادیه پزندگان اگه اشتباه نکنم و متولی مشخصی ندارد. مثلا مهد کودک ها زیر نظر بهزیستی بودن، بعد شدن آموزش پرورش، دوباره الان زیر مجموعه تعلیم تربیت. به هر حال یه متولی داره مهد کودک، ولی مراکز بازی پراکنده است. شاید برخلاف تصور خیلی از مردم شرایط تو این صنعت بهتر هم هست. چرا؟ چون امکانات تفریحی نسبت به تقاضا و جمعیت خیلی کمتره. بنابراین سرمایه گذاری تو صنعت تفریحات، سرگرمی، اینترتینمنت خیلی تو ایران خوب جواب میده، چون نیاز بیشتری داره، امکانات کمتری هست تو این تفریحات که من عرض میکنم و میتونه زود بازدهتر هم باشه. در کشور ما فرهنگ تو این حوزه تغییر کرده. یعنی در گذشته میگفتن که برای بچه ها هزینه نکنیم، بچه خراب میشه.
امروز نگاه عوض شده. همون هایی که اینو میگفتن الان بابا بزرگ شدن خودشون از همه بیشتر هزینه میکنن، به شکل افراطی داره هزینه میشه. این که آیا این خوبه بده کاری به این نداریم. من از بعد بیزینسی اگر بخوام بهش نگاه کنم، این فرهنگ و این که در سراسر ایران، یعنی حتی در مناطق محروم، در روستاها بعضن ما مراکز بازی ایجاد میکنیم، ببینیم خیلی بهتر جواب میگیرن. چرا؟ چون تقاضا هست و عرضه نیست، تفریحات نیست و خانواده ها حاضرن خودشون رو تو شرایط سخت قرار بدن ولی بچهشون خوشحال باشه، بچهشون مهارت آموزی کنه، یه چیزی یاد بگیره، یه بازی کنه. اساساً بازی و سرگرمی موضوع بسیار مهمیه، به قدری مهمه که برای اولین بار در دنیا 11 ژوئن 2024 یعنی 22 خرداد 1403 سازمان ملل این روز رو به عنوان روز جهانی بازی معرفی کرد و گفتند که اعلام کردند که بازی چیزی فراتر از یک تفریح ساده است و برای توسعه خلاقیت، برای توسعه مهارت‌های مختلف، مهارت‌های ارتباطی و مختص یک گروه سنی خاص هم نمیشه، مربوط به تمامی سنین میشه. پس اینقدر مهم بوده که سازمان ملل برای اولین بار 11 ژوئن 2024 رو به عنوان روز جهانی بازی معرفی کرده. اساساً بازی مقوله مهمیه. بچه‌ها با بازی دنیای بیرون خودشون رو یاد میگیرن. تو بازی آزمون و خطا میکنن، شکست میخورن و یاد میگیرن و بچه‌ها از شکست خوردن نمیترسن. برای همینه که بچه‌ها خلاق‌ترن. برای همینه که وقتی ما بزرگتر که میشیم این خلاقیت کمتر میشه. چرا؟ چون به ماها یاد دادن که متاسفانه شکست خوردن رو به گناه تبدیل کرد. مدرسه برای ما این کارو کرد، خانواده برای ما این کارو کرد و بچه‌ها از شکست خوردن نمیترسن. برای همینه که تو بازی پشت هم اشتباه میکنن و یاد میگیرن و آموزش‌های مبتنی بر بازی اساساً نتایج بهتری داره. آموزش مبتنی بر بازی باعث میشه که نوروترانسمیترهای مغز دوپامین و سروتونین ترشح کنن، هورمون‌هایی که باعث تقویت حافظه، تمرکز و ایجاد حس خوشایندی و لذت میشه. در واقع اینقدر مهمه که در مدارس سوئد تقریباً تمام دروس با بازی آموزش داده میشه. لک در زبان سوئدی یعنی بازی، اونها میگن متلک بازی ریاضی، فریلک بازی آزاد و همه چیز رو در قالب بازی آموزش میدن. و نقطه مقابلش آموزش بر مبنای تهدید، تنبیه و اجبار هست که باعث میشه حجم خاکستری مغز کوچیک بشه، تمرکز و یادگیری پایین بیاد. یادگیرنده یادگیری رو وظیفه اجباری بدونه، میخواد رضایت مخاطب رو بگیره، والد یا معلم، نه اینکه یه چیزی یاد بگیره که رشد کنه. امروز واقعا نیاز دارن بچه‌ها. حالا اون سالهایی که ما 20 و چند سال پیش شروع کردیم اون موقع هم نیاز بوده، ولی الان خیلی سخت‌تر شده شرایط، به شکلی که فرم لگن نوجوان‌ها تغییر کرده، اندامشون، ستون فقراتشون. شما نسل جدید رو ببینید، گردن‌ها جلوه، یعنی گردن‌ها خمیده است. من دارم مطالعه میکنم رو دست و پنجه نسل جدید که میبینم انگشت هاشون انحنا پیدا کرده با توجه به اینکه گوشی زیاد تو دستشون هست. بینایی اونها و بعضن شنواییشون، مرکز شنوایی پارسال یکی از دوستان مراجعه کرده بود، گفتن که نوجوانهایی رو پیش ما میارن که شنواییشون با آدمای 50 تا 60 ساله برابری میکنه به واسطه سبک زندگی، هدفونایی که استفاده میکنن، صدای زیاد و اینها چیزایی که اتفاق افتاده متاسفانه. و از همه اینها بدتر سلامت روان بچه هاست که تو مخاطره است.